امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با مقصد اشتراک در جشن صدای نیاگان، تأسیس باغ و تاکزار نو، افتتاح یک قطار انشاءات ساحه‌های معماری، اجتماعی، کارخانه و کارگاه‌های صنعتی، مرکزهای فرهنگی و فراغتی و صحبت و ملاقات با ساکنان کسب و کار گوناگون به ولایت سوخت تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی خوجند پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان را رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و دیگر مسئولان استقبال گرفتند. در شهر نویای ولایت سوخت کارهای آبادانی و سازندگی با سرعت ادامه داشته جشن اجدادی صده با آمادگی کامل اهل جامعه، روحیه افتخار و فرهمندی و اجرای همه آیین و سنت‌هایش جشن گرفته می شود. امروز سفر کاری اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در ولایت سوخت از شهر بوستان آغاز گردید. در این شهر صنعتی نخست با اشتراک پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان کارخانه استحصال میخ‌های پیچان جمعیت دارای مسئولیت محدود نورتز مورد بهره برداری قرار داده شد. کارخانه مذکور در منطقه صنعتی شهر بوستان از جانب صاحبکاران وطنی برادران اکرموف‌ها با خرج 15.3 میلیون سومانی ساخته شده. در اینجا زیاده از 40 نمود میخ پیچان با شکل و اندازه‌های گوناگون که امروزها در بازار داخلی طلبات به آن بیشتر است استحصال کرده می شود. استحصال میخ‌های پیچان طریق مؤثرترین خطهای تکنولوژیکی از جمهوری مردمی چین دسترس و وصل و نصب کرده شده است صورت میگیرد. در کارخانه دوام یک ماه 300 تن و در یک سال 3600 تن میخ پیچان استحصال کرده می شود که به تاکید متخصصان از لحاظ صفت و نمود جوابگوی استانداردهای جهانی بوده در بازار رقابت پذیر است. میخ‌های پیچانی کارخانه اصلاً برای نصب شیفر، گچکردان، ساختن میبل و در مجموع جهت انجام کارهای ساختمانی پیش بینی شده مهلت استفاده اشان طولانی است و در همین زمینه از جانب استحصال کنندگان به صفت محصولات پره کفالت داده می شود. در وقت استحصال محصولات حجم کمی پرتو با وجود می آید که آن هم در کارخانه های آهنگودازی دوباره مورد کارکرد قرار می گیرد. در تاجیکستان این دومین کارخانه می باشد که استحصال میخ‌های پیچان را مطابق با معیار و استانداردهای جهانی به راه مانده است. سال 2019 کارخانه یکم را صاحبکاران شهر بوستان به کار درآورده بودند. سرور دولت محترم امومعلی رحمان اظهار داشتند که عملی گردانی هدف استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور امکان می‌دهد که رشد استوار ساحه صنعت همچون تولید کننده ارزش بلند علاوه شده تامین گردیده در این روند ده‌ها هزار جای نو کاری تشکیل کرده شود. بینندگان گرامی، سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان به شهر نویای ولایت سوخت ادامه دارد. با طور مفصل ما شما را از جریان این سفر در نشرهای من بعدی اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.